بچه‌ها چطوری؟ این امید هستم خوش اومدین به یک ویدیو دیگر. بچه‌ها امروز قراره که بریم و با هم دیگه یک ویدیو خفنو بگیریم. این یک اولین ببخشید اولین ویدیوی جی تی سان اندرسمونه و امیدوارم که خوشتون بیاد از این ویدیو. نمیدونم دیگه باید چیکار کنیم تو این ویدیو الان، ولی باید با رئیس آشنا بشیم. اینا مثل جی تی از ایکس شات و احمد رکسا دوتاشون خدای خوبن و منم گفتم حالا یکم بیام مثل اونا برم و اینا شاید خوشتون اومد. بابت حمایتی که کردین دمتون گرم، واقعا ممنونم. من قول دادم که 10 تا سابسکرایبر بشیم ویدیو یه چیز میذارم، ویدیو کلاج میذارم. چجوری کلاج کاستومایز ماشین، هر ماشینی که داخل کامنت ها بگین، البته دختر نمیخوام زیادی حرف بزنم. لایک و ساب فراموش نشه، لایک و سابسکرایب بزنید که حتما خیلی انرژی بخشه و دکمه لایک این ویدیو یادتون نره. کامنت هم بذارید و دیگه زنگوله هم بذارید رو آل. خیلی امیدوارم که امروز رئیس مأموریت داشته باشه. اگه کشیش بودم الو سلام رئیس، خوبی؟ خسته نباشی جونم. کلی زنگ زدی؟ سلامتی رئیس. هیچی رو دارم تو شهر یکم میچرخم، زدم خیابونا رو به چه خود. رئیس بالاسا خیلی پر شدن ها. مأموریت چیزی نداری بزنم دهن بالاسا رو سرویس کنم؟ چجوریه مأموریت رئیس؟ الان یه بالاسا رو زدم. باشه دست در نکنه. الان همه خبر بده تا برم من. باشه خواهر کنم. خداحافظ رئیس. بچه ها الان منتظرم تا رئیس لوکیشن رو بفرسته تا ببینم چی میشه. گفته یه مأموریت دارم، نگفت برام چی جور مأموریتیه، گفت اینو دوستم بهم گفته باید انجام بشه. گفت اگه بار خدمتکارا تو اینا هستن که بگو انجام بده. زدی ماشینم چی؟ یا پایین میزنم جیرت میدم خدا. منتظرم لوکیشن رو بفرسته، اگه اونو فرستاد دارم این ماشین رو بردم بهتره. باید دقیقه را پیاده بری. بچه الان من لوکیشن دیدم که اومد. بریم ببینیم کجا میافته. بزنیم ماشین ها لگه برو. چه ماشینیه تو داشتی لعنت بده. او بچه ببخشید بازی کرش کرد. من ازتون معذرت میخوام، بازی کرش کرد و از اینجا راستی اینا چله جی تی ای وی داخل روبیکا گذاشته و آموزشش هم گذاشته. حالا اگه دوست دارید تو یوتیوب آموزشش من بذارم که جی تی ای فارسی رو نصب کنم ببینم چرا. داشت لوکیشن هم رفت رئیس، لوکیشن فرستاده بود رفت. بیان بعد بهش بگم دوباره بفرسته، شدم الان نفرستم اون موقعی که اومد. بچه همین الان لوکیشن اومد، دست رئیس درد نکنه که اومد لوکیشن فرسته. بهش گفتم دوباره برام بفرسته، اونا رو دیگه ایتو براتون نمیذاره چون که اذیت میشه وقتتونم. بچه تا اینجا ویدیو ما دیده بتونم گرم لایک و سابسکرایب نره. خیلی انرژی میگیرم وقتی لایک میزنید، وقتی لایک و سابسکرایب رو میزنید خیلی انرژی میگیرم. پس کار انجام 2000 years later. بریم ببینم چی میشه. ای تو باید بیدار فقط چند کوچه اونورتره. کل قلم رو به هم ریخته ها. ولی چی کار کنید؟ آره از این کرکی ها میخوای که کمک کنم؟ تعجبی نداره که خانواده به هم ریخته. غیر از اسم و سویت اینجا همه تو رو به خوبی میشناسن.
گروه استریت دیگه تحمل نمیکنه. آره فقط منفجر شد. حتما. چه الان نمیدونم کجا اومدیم فقط یواشتر برو احمق، تو حتی نمیدونی کدوم دره. هرچی تو بگی. اینه؟ آره همینه. در وا کن. مطمئنی هنوز اینجا؟ همینه کله فوک. در وا کن. کیه؟ سی جی تویی؟ اینجا چه غلطی میکنی؟ گورتو گم کن. صبر کن مرد، تا آخر خط چی شد نگاه؟ تنها چیزی که دیگه اهمیت نداره بیا تو محل بگردیم و یه فروشنده پیدا کنی. کله پول باید خودم این کارو بکنم. این نمون بازم این هست. هی اونجا رو داره به بچه محل اون مواد میفروشه. ای رفیق چیکار میکنی؟ چی میخوای؟ من چیزای خوب اینجا. تسلیم شو کوچولو. آشغاله به سی جی من اینو میشناسم. اون یه احمقی تو آیدل بود با بچهای بالاسا میگشت. اون چماقو از اونجا بردار. برد حالا یه مأموریت جدی داریم. گندش نکن، همه میدونن که بالاسا هیچی نیستن. داری میای؟ بچه داره میاد. بچه اگه از این ویدیوهای جی تی ای خوشتون اومد بگین تا بیشتر بذارم و گیم ترسناکم که 100% قرار بذارم. آره بیا خودمون معرفی کنیم. بریم بس بسر راستی اگه نمیدونستی جی تی ای سان اندرس فارسی هست. فارسی اومد بالا سایه مواد فروش. بچه های گروه استریت اومدن حالتون رو بگیرن. میکشیم تو نه همین الان یارو رو زدیم نفرستشون به جهنم. اسکال اشغال عوضی چیکار میکنی؟ بز من آقا الان میزنمت. جلوتو نگاه کن. بز پاشم دست سگ میشه. چی نمیخوره برو اسکال. هیچی نمیگن. بریم ببینیم کجا باید برویم. خب اینجا اینم بزنم. بعد از خونه بریم بیرون. نمیدونم بعد از خونه. آره بعد از خونه بریم بیرون. برو دیگه لعنت بهت. حالا بالاسا میفهمن که گروه استریت داره برمیگرده. حتما رفیق. تازه هیچ خانه جا نذاشی. زمونه عوض شده. الان من میمیرم. what the fuck. چه شکست خوردیم تو مأموریت اولی که قرار شد دوباره میایم بریم سراغ مأموریتمون از همونجا. این کار جی تی ایه دیگه. بعد ماشین رو میبردیم. دوگم شون بردیگی میشه رفت کسافت. هی اونجا رو داره به بچه محل اون مواد میفروشه. خدا از همین الان میکشه. من اینو میشناسم. اون چماقو از اونجا بردار. چیز مستحجن برد حالا یه مأموریت جدی داریم. گندش نکن، همه میدونن که بالاسا هیچی نیستن. بشین تو بشین دیگه گاوه بیشرف. نمیرم اونجا و تخنه باید سرم نمیرم آدم شد. بوی مواد 1 کیلومتری داره میاد. آره بیا خودمون معرفی کنیم. چه با توفنگ میرم تو دخلشون میگم. راستی ببین چی کارتون کنم عوضی گاه. عصر بخیر بالا سایه مواد فروش.
بچه های گروه استریت اومدن. حس انتقام بفرستشون به جهنم. خوشحالا تو نامردی اولی. از من پاشم مادر بیو. یه برو هم باید تو میخوای دعوا کنی؟ کشتمشون. حالا میریم سری بیرون و مامورام نمیگیرنمون. حالا بالاستان میفهمن که گروه استریت داره برمیگرده. بشین بریم بوس سالی دیگه. حتما رفیق. تازه تو هیچ وقت منو جا نذاشتی. زمونه عوض شده. تو از دست ما عصبانی میشن. بعدم بهش میرسم. حالا بساله تو پیروزی آروم بوس ساله بشین سر جد بشین کنم بشین. از که دو خود اون مامورا رو بزنیم باز دنبال میشن. شاید این احمقا بخوان یه دردسر بزرگ درست کن. آره گروف دوباره رو پاش بلند میشه. مطمئن باش. میبینمه. بابا جون بچه این ویدیو هم به پایان رسید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو اومدین. بریم ببینیم ویدیوی بعدی چه خواهد بود. آیا شما کاری میکنید که ما بگیم؟ باشه کلاچ یا نه همین GTA یاد بدیم. فعلا خدافظ.